سلام به همه، به کانالم Explains the World خوش اومدید. من اینجام که با کمک هوش مصنوعی سوالات روزمره‌تون رو جواب بدم، اونم با یه روش باحال و خنده‌دار. امروز می‌خوایم به یه موضوع خیلی مهم بپردازیم. چرا پیتزا اینقدر خوشمزه است؟ جدی، چرا نمیتونیم جلوی خودمون رو بگیریم و یه تیکه دیگه برداریم؟ هوش مصنوعی یه جواب عجیب و غریب داره. پس کمربندتون رو ببندید و بریم. خب بیاید پیتزا رو مثل یه ابرقهرمان توی دنیای غذا ببینیم. اول از همه پنیرش. این پنیر کشدار و داغ که وقتی میکشیش انگار داره بهت التماس میکنه منو بخور. چربی توی پنیر یه جادو توی مغزت میکنه. هوش مصنوعی میگه این چربی دوپامین آزاد میکنه، همون مادهایی که وقتی جایزه میبرید یا گوشیتون زنگ میخوره توی سرتون پخش میشه. پس پنیر عملاً داره بهت جایزه میده که یه لقمه دیگه بخوری. بعدش میرسیم به سس گوجه. این سس مثل یه دیجی توی مهمونی دهنته. ترش و شیرینش با اون طعم تندش انگار داره رو زبونت رقص راه میندازه. علم میگه این ترکیب قند و اسید توی گوجه گیرنده‌های چشایی تو قلقلک میده و نمیذاره بیخیال پیتزا بشی. هوش مصنوعی فکر میکنه اگه سس گوجه نبود، پیتزا فقط یه نون بیمزه با پنیر بود، مثل یه مهمونی بدون موزیک. حالا نون پیتزا، این قهرمان گمنام. نون مثل یه تخت نرم و گرم همه این ماجراها رو کنار هم نگه میداره. کربوهیدرات توی نون بهت انرژی میده و حس رضایت. هوش مصنوعی میگه نون مثل یه دوست وفاداره که نمیذاره پنیر و سس از هم بپاشن. حالا اگه یه ذره سبزی یا فلفل دلمه هم باشه، انگار پیتزا بهت چشمک میزنه و میگه من همه چیز دارم، چرا هنوز داری به سوپ فکر میکنی؟ در کل هوش مصنوعی میگه پیتزا یه نقشه شیطانه‌ای که آدما کشیدن. ترکیب چربی، قند و کربوهیدراتش یه جوری مغزت رو گول میزنه که فکر میکنی داری بهترین غذای دنیا رو میخوری، حتی اگه سوخته باشه. این یه جور عشق شیمیاییه که نمیتونی ازش فرار کنی. خب، حالا که راست پیتزا رو فهمیدیم، تو چی فکر میکنی؟ پیتزای مورد علاقت چیه؟ توی کامنت ها برام بنویس و بگو این توضیح باحال بود یا نه. اگه دوست داری بازم از این چیزا بشنوی، سابسکرایب کن، چون سه‌شنبه‌ها و شنبه‌ها ساعت 6 عصر ویدیوهای جدید دارم. تا دفعه بعد، مواظب خودتون و پیتزاهاتون باشید. Break strength 0.5